10 سال پیش خانواده زینب خان سعیپова ماتم زده شد. پسر ژورنالیست و 26 سالش را در شهر اوش هدف گرفتند. او از زخم تیر درگذشت. علیشیر سعیپوی ازبک تبار برای رادیوی آزادی و صدای امریکا کار میکرد. روزنامه خودش را هم داشت که در قرقیزستان و ازبکستان میخواندند. همین دستمال‌ها روزی که تیر خورد در جیبش بودند. برای آن نگاه داشتم که بویش از یادم نرود. زینب خان اتاق پسرش را به آثارخانه تبدیل داده است. همین لباس‌های زیبا را روز مرگش پوشیده بود. همه جا پوری خون بود. لباسش را برای تشخیص بریدند. سعیپov اکثرا درباره گروه‌های اسلامی مخالفان در منطقه و درباره قتل تظاهرگران در اندیجان در سال 2005 می‌نوشت. او دفتر خردی را در این بنا اجاره گرفته بود و 200 متر دورتر از همین جا هدف تیر قرار گرفت. با گفته همکارش پیش از مرگ پریشان به نظر می‌رسید. می گفت که کسی از پیش است. گفت شاید کشور را ترک کنم. روزنامه را به تو می سپارم. باید چاپش ادامه یابد. ولی بعد مرگ روزنامه را بستند. قاتلش را هم نیافتند. برادرش شاهرخ سعیپov جای جنایت را نشان می دهد. یک مردی را با گناه قتل خبرنگار به زندان محکوم کردند، ولی خویشاوندان مرگ گفتند که قاتل او نیست و حکم هم بی اعتبار شد. 2012 yılda ayar jinoiy ishga qayta tergovga jo'natdi. سال 2012 آنها پرونده را دیگر باره باز کردند، اما هیچ اطلاعی نه به ما نه به سازمان‌های بین‌المللی یا مطبوعات قرقیزستان ندادند. ما نمی‌دانیم واقعا تفتیش می‌کنند یا نه. Hech qanday bir ma'lumot ham yo'q, boshqa ham yo'q. دختر علیشیر وقتی مرگ او فقط 2 ماه داشت. حالا 10 ساله است. درباره پدرش فقط از اعضای خانواده میشنود. مادرم و بیبیم گفتند که پدرم ژورنالیست بود و آدمانی بدی او را کشتند. من هم میخواستم ژورنالیست شوم، ولی مادر و بیبیم گفتند که ژورنالیست نشوم. حالا میخواهم جراح شوم. زلیخا با عمکش برای زیارت گوری پدر می رود. شاهرخ هم خبرنگار است و می خواهد به خاطر برادر جایزه برای خبرنگاران جوان تأسیس بدهد. به خاطر گرامی داشته یادی خبرنگار جوانی که به کسبش صادق بود.